سلام، وقتتون بخیر. به برنامه کامنت این هفته خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم و بهترین آرزوها رو براتون دارم. بابک، یه چیزی که این روزا به طرز چشمگیری داره تو نظام ولایت موج میزنه، تو این داستانهای جنگ و اینام رو اومده، اون وفاق و وحدتیه که تو ای لعنت بر اون وحدت، ای توف بر اون وحدت. این الان حرف دشمنای نظامه. نه بابا، این حرف دوستای نظامه، حرف کودک نماینده های نظامه، حرف کیفکش های نظامه. تازه من کم گفتم، اصلشو گوش کن. و اینجا باید تأسف خورد به حال عده‌ای که میان در گوش ما میگن آقا صحبت‌های آقا رو در رابطه با بدبینی به مذاکره با آمریکا نرید برای مردم اینقدر بازخوانی بکنید. این وحدت رو به هم میزنه. لعنت بر اون وحدتی که بازخوانی صحبت‌های رهبر ما میخواد مخدوش بشه. توف بر اون وحدت که ما بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور کن، رهبر شهیدمون رو سانسور کن که مثلا مردم دوپاره نشن. چی داره میگه این؟ بابا میگفتن وحدت دارن که. حالا تازه این یه چشمشه، یک دونه دیگه از اون موجای دیگر رو نشون میدم که چشمتو بگیره تا بفهمی که نظام همه الان موجی هن. از دل مذاکره با آمریکا هیچی تا حالا در نیامده، از این به بعدم در نمیاد. مذاکره کننده میخواد ظریف باشه، جلیلی باشه، آقای قالیباف باشه، وزیر خارجه باشه، هر کسی دیگه باشه. از دل مذاکره با آمریکا هرگز و هرگز و هرگز نفع ملت ایران در نمیاد، چون ما دو چیز مقابل همین، ما دو جنسیم، ما گرگ و میشی. البته میش که چه عرض کنم، این بیشتر گاو میشه. ولی بابک داستان چیه؟ کامل زیرا به مذاکره رو زد، میگه هر کی هم بره قبول نیست. ببین مذاکره بده. اگه بده برای چی یه طویل پاسدار و آخوند فرستادی به سرکردگی قالیباف پاکستان؟ اگه بده چرا این عراقچی سوار هواپیما میشه میره عمان، میگن اهلا و سهلا، اینجا چیکار میکنی؟ میخوام برم پاکستان. بعد میره مسکو، میگن تاوارش اینجا چیکار میکنی؟ میگه میخوام برم پاکستان. خب اگه بده دیگه شرکت نکنید، بگید مذاکره تمام. خب آقا اصلا ولش کن اینا رو، اصلا این حرفا رو ولش کن، بریم یه سری بزنیم به جمعه بازار ولایت، شاید اونجا یه وفاقی وحدتی باشه، چیزی موج بزنه. میبینید که همین میدان چگونه واداده های قلب زده و قلب گدا رو عصبانی کرده که حاضرند هم نوا و هم صدا با اجنبی به مردم از جان گذشته و بیش از 31 میلیون نفر جان فدا توهین و بی احترامی بکنن. تا امروز چرا لال بودید؟ امروز نطقتون باز شد، مسیر غلط نشون میدید، غلط میکنید که اصلا وارد این صحبت ها میشید. بله ببین بهنام، وقتی حرفای پشت تریبونشون ایمینه، ببین اون پشت مشتا دیگه چی به هم میگن، هیچی برای هم نمیذارن. ببین اصلا اینم ول کن، اصلا جمعه بازارم ول کن، اینا صاحبشون مرده، اصلا جمعه بازارم دیگه هر ساز خودشون. آره حرف بیا بریم کف خیابون، بریم کف خیابون، اون جایی که میگن اون 31 میلیون اون 31 میلیون خورده جان فدا، اونا دارن چه چشمه‌ای میرن. منظورت همون اقلیت ساندیسخور، رانتی ساندیسخور؟ اینه که دیگه حرف دشمنای نظام. نه اینه تو حرف دوستای نظام، حرف یکی از شکنجهگرای دهه 60 که تو دهه‌های بعدی پوستینشو وارونه پیشید شد اصلاحات. اینو عباس عبدی گفته، عین جمله‌ش هم برات میخونم. مردم موافق نظرات یک اقلیت راندی از کف خیابان نیستن. ای بابا، اینا که خیابون میکردن که چی شدن اقلیت رانتی؟ بله. حالا نگاه کن، یکی از یه چشمه وحدت دیگه میخوام بهت نشون بدم. یه یارو که مجری تیوی ریشه، ببین جواب این عباس عبدی رو چطوری داده. یادداشت نوشتن، چکیده یادداشت چی آقا؟ ما وضعمون بده، نمیتونیم مقاومت کنیم، هیچ ابزاری نداریم. یهو آخرش هم گفتید یه اقلیت رانتی کف خیابون. حتما شما و هم فکران شما باید از مردم عذرخواهی کنن، نه به خاطر این اقلیت رانتی که گفتید. من عادت دارم شما هر چیزی که خوشتون نیاد برچسب بزنید بهش. عذرخواهی باید بکنید برای قرائت اشتباهی که از جهان داشتید و تبلیغش رو می‌کرد. جهان اون چیزی نبود که شما میگفتید. جهان گفتگوی تمدن‌ها نبود. جهان صلح و ثبات و منطق نبود. جهان جنگل بود و خامنه‌ای شهید راست میگفت. برای اون بعد عذرخواهی. ولی بابک، همه داستان اینایی که تو میگی نیستا. ببین اون زیرمیرا بالاخره یه وحدتی، وفاقی، چیزی داره موج میزنه. مثلا نگاه کن نوح خون بسیجی، مداهای رژیم،
اومدن برای پرستوهای بسیجی نوحه خوندن. خیلی ها همینایی که تا دیروز به اسم بهونه بدحجابی و اینا حجابان و گشت ارشاد را مینداختن، حالا ببین چی داره میخونه براشون. هر کسی که چادری تاج سرمونه، هر کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خواهرمونه، تاج سرمونه و مثل کم حجابیم که اومده میون میدون، نور چشممون و دختر کشورمونه، نور چشممون و دختره. آخه کی میگه ظاهر آدمان لاکه، در اصل ملاک آدمیت دل پاکه. اینم که نشون دادید لاستیکش پنچر رو رینگ داره راه میره. امام جمعه رشت زیرا به اینم قبلش زده. اول با خودشون ببینن چندم بعد برن ترانه بخونن. به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها اگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنه. شرمم نمیکشن. شرمتان باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در میآورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید. آقا پس با این حساب وحدت اینا یه چیزی تو مایه های عبای مجتباست. پاره پاره. وحدت تو نظام بیزاپاس، درست مثل عبای مجتباس، سوراخ سوراخ و پاره و پوره، اونم تو آشی که خیلی شوره. مذاکره باشه یا نباشه، مجتبی هم جاش پیش باباشه. تموم کار نظام خلاص، البته این کار خود ماست. ولی من بالاخره نفهمیدم بابک این داستان 31 میلیون و خورده جان فدا، آره اون چی شد؟ اون به کجا ره؟ الان چی کار دارن میکنن اینا؟ نگران اونا نباش، برای اونا هم کار درست کردن. سوار اتوبوس میکنن، به صورت نمادین میبرنشون جبهه. خودشون هم نمیدونن کجا دارن میرن، میچرخوننشون. جالب نوشته روش کاروان خودرویی نمادین اعزام به جبهه. بله. جبهه رفتنشون هم مثل اقتدارشون پوشالین و نمادینه. البته همه کارشون نیست، پزشکیان درگیر یه سری کارهای دیگه است. همون که گفته بود لامپو خاموش کنن. نه این دفعه این داره عام‌تر کرده، به قول معروف گسترش و بزرگتر کرده. گفته کمک کنید در کاهش مصرف انرژی. فقط لامپ نی، هر چی که انرژی داره رو خاموش کنید. تاب‌آوری رو بالا. تاب‌آوری رو میخواد ببره بالا. بسیج عمومی برای کاهش مصرف انرژی. به این جانفدایی که میگن 31 میلیون خورده 400,000 نفر شدن کمک بکنم برای پایداری این نظام و تاب‌آوریش. این خیلی میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه. یه سوالی برام پیش اومده، مگه ولی فقیه عمود خیمه نظام نیست؟ مگه به اصطلاح این خلیفه‌اش نمی‌کنن که همین مشکلات رو حل کنه برای نظام؟ دیگه نظام چه بلایی باید سرش بیاد که این یه موضعی بگیره؟ چرا صداش در نمیاد این مجتبی؟ بابا چه انتظاری داری تو؟ بابا ولی فقیه دیگه. بابا تو مگه نمیدونی که این مجتبی موج انفجار گرفته بهش، بعد این کشک زانوش ضربه خورده، بعد یه خورده کمرش ضربه خورده، بعد یه ترکم پشت گوشش خورده که البته عمامه است دیده نمیشه. تو اینا رو نمیدونی، انتظار داری با این وضعیت در 3 نقطه از اقصانقاط جسم ناقصش ضربه خورده بعد بیاد اظهار نظر کنه؟ بیا ببین چی داره میگه این. مصطفی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن. منزل ایشون رو زدن که خانمش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن.
حضرت آیت الله آقا مجتبی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشک پا انشالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیشی که از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی میلان که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همش اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره. دشمن داره با بهانه‌های مختلف میخواد یه چیزی، صوتی، تصویری، چیزی ازش بگیره تا بتونه کاری بکنه. آها، الان فهمیدم. طبق اصول ریاضی که فقط برای این رژیم صادقه و هیچ کس و هیچ جای دیگه دنیا صادق نیست، هر حرفی آدمای این رژیم بزن عکسش درسته. یعنی ما الان فهمیدیم، ما دانش آموزان خوب نتیجه گرفتیم که فقط 3 نقطه بدن مجتبی خامنه‌ای، همینایی که گفت، کشکک زانو، پشت کمر، پشت گوش. پشت گوشش هم مجتبی ببینه اگه خلافت سوم ولی فقیه سوم ببینه. البته اگه پشت گوش هم الان نداره که بتونه ببینه. ولی ببین پزشکیان گفت باش دیدار کرده ها. پزشکیان دیدار کرده. آها، عکسش هم در اومده که چی دیدار کرده. علاوه بر عکس فیلمش هم در اومده، فیلم دیدار. خدمت رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشت. قبل از هر چیز برات آرزوی سلامتی دارم. من ازت یه خواهش دارم، اونم اینه که وقتی ازت سوال میپرسم لطف کن اگر جوابت مثبت 60 پای راست، اگر جوابت منفی 60 پای چپ رو تکان دهید. خب به عنوان مثال اگه متوجه حرف من شدید 60 پای راست را تکان دهید. حالا با این وضعیت بابک برای شفا دادن این مجتبی چیکار میخوام بکنن؟ دست به دامن هوش مصنوعی شدن. یک فیلمایی از مجتبی ساختن که خودش دیده، گفته با من سالم بودم این شکلی نبودم، چون خیلی برای من مایه گذاشتید. بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای و این عکس پرمعنا. من یه جمله‌ایشو میگم توضیحش میدم. این عکس یه جمله‌ایش میشه پدر در آغوش پسر. یعنی پدر که الان در یخچال خامنه‌ای، پسرم که مقواست پدرشو در آغوش گرفته. آها عجب. پس با این حساب این یکی عکس هم میشه گفتگوی پدر و پسر. بله گفتگوی پدر. هرچی که یه طرفش یخچال باشه، یه طرفش مقوا، یعنی خامنه‌ای و مجتبی. به پایان کامنت این هفته رسیدیم. از همراهی شما ممنونیم و تا دیدار بعد خدا نگهدار. به امید دیدار و خدا نگهدار.